سبحان الله، حیای صدر اسلام چگونه حیایی بود. حضرت عثمان ذوالنورین خلیفه سوم اسلام، یکی از صفتهایش عثمان با حیا بود. سبحان الله، رسول الله با عثمان لقبی میدهند. لقبی که رسول الله با عثمان میدهند چیست؟ عثمان احیا امتی، عثمان با حیاترین امت من هست. این لقب رسول الله صلی الله علیه و سلم با عثمان میدهند. پس حیا اینقدر ارزش دارد. حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین، مادر من و شما روایت میکنند، میفرمایند در صحیح المسلم حدیثی میآورد که عایشه صدیقه میفرمایند روزی رسول الله در خانه نشسته بودند، خود را به یک پهلو انداخته بودند، به یک پهلو بودند. صدیق اکبر وارد خانه می شود. حضرت ابوبکر صدیق می آید به خانه. رسول الله صلی الله علیه و سلم خود را تکان نمیدهند، از جای خود بر نمیخیزند. علیه و سلم خود را تکان نمیدهند، از جای خود بر نمیخیزند. با او شروع میکنند به سخن گفتن. بعد از لحظات فاروق اعظم می آید به خانه. رسول الله از جای خود حرکت نمی کنند. بعد از لحظات عثمان ذوالنورین به خانه داخل می شود. رسول الله از جای خود می نشینند. رسول الله صلی الله علیه و سلم حالت خود را تغییر می دهند. رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر پارچه‌شان بلند رفته بود اون را پایین می کشند. بعد از اینکه با عثمان صحبت می کنند، حضرت عثمان ذوالنورین از خانه بیرون می شود. عایشه صدیقه پرسان می کند که یا رسول الله، یا حبیب الله، شما وقت فاروق اعظم و صدیق اکبر به خانه آمدن شما خود را تغییر ندادید، چرا با حضرت عثمان به جای خود نشستید با او صحبت کردید؟ گفتن چگونه من از شخص حیا نکنم که ملائکه از او حیا می کند؟ چقدر حیا ارزش دارد. حضرت عثمان ذوالنورین آنقدر با حیا بود که ملائکه از او حیا میکرد و رسول الله صلی الله علیه و سلم هم در مقابل حضرت عثمان به جای خود می نشینند، میگن چگونه از شخص حیا نکنم که ملائکه از او. پس حیا خیلی ارزش دارد. الحیا شعبة من الایمان، حیا شاخه است از شاخه های ایمان. اگر حیای زنهای صدر اسلام را مطالعه بکنیم، یکی از اونها را به طور نمونه عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها را بیان میکنم که خواهران ما امروز باید درس حیا، درس عزت و عفت را باید از عایشه یاد بگیرن. عایشه که 16 آیت، بیش از 16 آیت به شأن پاکی عایشه نازل می شود. آن ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها چی حیایی دارد. زمانی که رسول خدا فوت میکنن، زمانی که رسول خدا فوت میکنن، زمانی که رسول الله فوت میکنن، حضرت عایشه صدیقه میرود بر سر قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم می نشیند، در حالی که رخسار عایشه و چهره عایشه پوشانده نبود. بعد صدیق اکبر فوت می کند، در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم دفن می شود. عایشه صدیقه باز هم می رود در کنار پدر خود و در کنار شوهر خود می نشیند، دعا می خواند. بعد از این دو یار بزرگوار، یار سومی فاروق اعظم فوت می کند. فاروق اعظم را در کنار رسول الله و صدیق اکبر دفن می کنند. عایشه صدیقه بعد از آن می رود با حجاب اسلامی، رخسار را می اندازد، به روبن می اندازد، صدای خود را بلند نمی کند، می رود کنار قبر پدر و کنار قبر شوهر می نشیند. بسیار آهسته و با وقار شوهر می نشیند، بسیار آهسته و با وقار و با حیا بیرون می شود. زنهای صدر اسلام، اون زنهایی که در صدر اسلام بودن، پرسان میکنن ای عایشه، شما در فوت رسول الله روی خود را نمی پوشاندید، زمانی که صدیق اکبر پدر شما دفن شد نمی پوشاندید، چی شد که در وقتی از زمانی که عمر دفن شده شما روی خود را می پوشانید؟ عایشه صدیقه می فرماید حیا من عمر، ما از حضرت عمر حیا می کنم که روی خود را نپوشم. سبحان الله، عایشه صدیقه از مرده ها حیا می کرد، اما زنهای امروز از زنده ها حیا نمی کنند. زنهای امروز از در بین جامعه حیا نمی کنند. زنهای امروزی از مردان اجنبی حیا نمی کنند. چگونه بگوییم ما پیرو مسلمانان صدر اسلام و چگونه بگوییم ما پیرو عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها می باشیم؟